از طرف پرویزجان اکرمی اعلان شده. هر پهلوانی که بتونه گل ساله را طور قانونی از بیرقدار بتوا به جور برسانه جایزه داده میشه از طرف پرویزجان اکرمی. گل ساله بیرق نشده، گل ساله بیرق نشده، گل ساله بیرق نشده. ضربتی و توران است که گل ساله بیرق نشده. فاول است، فاول است، فاول است. ساله جور است. از آنجا گل ساله جور است و ببینیم که شهزاده توران بتونه گل ساله را به جور برسانه. شهزاده توران است، خود توران است، خود توران است. شهزاده توران چی میگم؟ علی میشه برای تو گسله شهزاده توران فتوا بگو ریسپان میرسه یا نمیرسه. بیا بیا بالای تا بگیرم، بیا توران، بیا توران بالای تا بگیرم. رمزالله جان یا شیخ خوش کردی. ده همه طرف آجیبران سیغانچی اعلان شده. لحظه پیش شهزاده توران بود که به سوارکاری اسب آجیبران سیغانچی گساله را به جور رساند و مستقیم جایزه شناخته شد و حال گساله به دستان سمیعالله فولاد است. سمیعالله فولاد است و بتونه سمیعالله فولاد که گساله را به جور برسانه. سمیعالله فولاد است. هنوزم سمیعالله فولاد است. جاوید فلا خوش کردیم، جاوید فلا خوش آمدی. بیا فولاد بیا بلای تا بگیرم. گساله جور است. بیا فولاد. گوساله را بیار زیر موتر سمت راست ما. گوساله را بیار، گوساله را خوشبخت موتر دار بیار. خوشبخت جان بگو بگو اون خانم را سال میشه از طرف رئیس به افتخار سمیعالله فولاد چک چک بکنید. سمیعالله فولاد و برناچه الحاج علیم بای رئیس فدراسیون شوار دارید بخار از بیرق دار بکنید، از بیرق دار بکنید، از بیرق. سمیعالله خوب است. الحاج علیم بای سیغانچی رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان را با دوستانش و یارانش با پسرانش با همکارانش با اکبای میدان خوش آمدی و خیر مقدم عرض می‌دارم و خوش آمدی سفر حضور خالص زبیرالله عزیززاده با برادرانش آمدن در بزکشی امروز و خوش آمدی خیر مقدم. میگم قهرمان زاده بیرق نشده گساله، گساله را ببریم بیرق، بیرق نشده گساله بیرق بعدش بیاریم در جور. رمزالله پهلوان است. هر پهلوانی که بکنه از بیرق دار بتوه جایزتان هم از طرف الحاج علیم بای سیغانچی رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان پرداخته میشه. رمزالله پهلوان است پسری شیخ علی بای. بیرق نشده رمزالله جان، بیرق نشده، بیرق نشده، بیرق نشده، بیرق نشده. فقط از پشت گوجه دار بخورید، بیرق نشده. حضور الحاج شهزاده بای پهلوان معاون فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان را خوش آمده و خیر مقدم عرض می‌دارم تا از بکرگزیش آمده. این حال گساله جور است، گساله جور است. گساله جور است که رمزالله پهلوان است که بتونه گساله را به جور برسانه که جایزه‌اش از طرف رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان پرداخته میشه. چی میگه گساله رمزالله جان پیتایش میگه؟ یک چک چک به افتخار رمزالله پهلوان، رمزالله پهلوان به سوارکاری اسب محترم شیر علی بای پهلوان مقیم جرمنی توانست گساله را به جور برسانه که مستحق جایزه از طرف الحاج علیم بای سیغانچی رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان را از آن خود کرد. گساله را ببریم طرف رئیس پهلوان که جایزه از طرف ببینیم که زربلی پهلوان، زربلی پهلوان بتونه که گساله را تبدیل به جور بکنه. قاضی یک شمال کلان، یک شمال کلان بکنید، یک شمال کلان بکنید و جایزه هم پرداخته میشه از طرف الحاج شهزاده بای پهلوان. این شمال شد گساله توسط سمیعالله فولاد و زبیرالله پهلوان است. زبیرالله پهلوان است بتونه که گساله را به سوارکاری اسب پدرش الحاج شهزاده بای پهلوان گساله را به جور برسانه. یششون زبیرالله، یششون زبیرالله، یششون زبیرالله، یششون زبیرالله. این بخیر مجاهدایی که به خاطر امنیت
و قرار است که می آمدن بخیر سمت اول مجاهدین سمت اول به خاطر امنیت میدان یزید تشکر زبی الله خانم زبی الله پهلوان پسری الهاشی زرافای پهلوان معاون فدراسیون بسکش ولایت سمنگان است بتونه که زبی الله پهلوان این گساله را به جور برسانه ببینم که نزدیکای جرهم است حضور پیکار قماندان عزیز ما را با مجاهدینش در میدان ورزشی قره‌شفاف خوش آمده و خیر مطلب میگم پیکار قماندان با مجاهدینش به خاطر امنیت میدان و امنیت شما دوستان اینجا شب روز زحمت میکشم و میان به خاطر از اینکه جان ما مال ما به امنیت باشد جایزه این جور از طرف الحاج دولت‌های پهلوان معاون فدراسیون بسکش ولایت سمنگان اعلان شده ما ببینیم که کدام یکی از پهلوان گساله را به جور تبدیل میکنند و معلوم میشه در حال نبرد چاپاندازا گساله هم سرگردان در دستان این چاپاندازا هست و ما ببینیم که کدام یکی از پهلوانا گساله را به جور میرساند آفرین نزدیکای جرهم است خوب تاخت تازه است خوب تاخت تازه است و نزدیکای جرهم است نزدیکای جرهم است و ببینیم که گساله را کدام یک از پهلوانا به جور میرساند ببینم گساله همچنان به دستان سمیع الله و زربلی است سمیع الله پهلوان و زربلی پهلوان گساله را کشتگین کرده و گساله را زمین است والله بخیر جایزه از طرف الحاج شیرزاده بای پهلوان معاون فدراسیون بسکش ولایت سمنگان اعلان شده زمینگیر هر کس از گساله را وردارد حاشیه زینو جلوکش بیرون خط فاول است بیرون خط رفته گساله فاول است فاول است خوشبخت جان تایل گساله خوشبخت جان گساله فاول زمانان اعلان شده که شیرزاده توران ماشاءالله برق باری ورداشته گساله را چی میگن کمی میدان علی بیسای صحیح است بیا ولایت دیگرم توران آفرین همین که گرفته که هیچ کس ندید یک چکچک داره شیرزاده توران پهلوان و سوارکاری هستی محترم حاجی برهان سیغلجی گساله را به جور رسانده جایزه از طرف الحاج شیرزاده بای پهلوان معاون فدراسیون بسکش ولایت سمنگان اعلان شده هر پهلوانی که گساله را به خط میرساند جایزه از طرف سیروس جان امیری اعلان شده کدام پهلوان است خوشبخت پهلوان است خوشبخت پهلوان است در میان این پهلوان جمع خوشبخت پهلوان و جایزه از طرف سیروس جان امیری اعلان شده آفرین حضور همه که شما عزیزان را خوش آمده و خیر مقدم میکنم جایزه تان از طرف سیروس امیری اعلان شده آفرین چاپاندازای ما سمیع الله فولاد است اسب گل بادانی رئیس فدراسیون بسکش ولایت سمنگان الحاج علی سیغلجی است اسبی که مثل دلدل پای بمانه و قدم میمانه خدا به خدا ببینیم سمیع الله فولاد این گساله را میتونه به خط برسانه هنوزم تاخت تاز و جریان دارد گساله به دستان چپ به تقدیم چپ سمیع الله فولاد قرار دارد بطوره که به اسب گل بادام رئیس فدراسیون بسکش ولایت سمنگان گساله را به خط برسانه که جایزه از طرف سیروس جان امیری اعلان شده آفرین فولاد سمیع الله فولاد است گرچند سنگسارش هم گساله است ولی بسیار چاپاندازه پخته و قهرمانزاده است به نظر اینکه قهرمانزاده است قهرمانزاده بطوره یک طرف شب ذبیح الله و یک طرف قهرمانزاده بطوره گساله را تلویزیون اعلام قرار بده میتونه گساله را به خط برسانه این پهلوانا بین قسمت نری که فاول میشه حضور همه شما عزیزان را خوش آمده و خیر مقدم عرض می‌دارم و جایزه که اعلان شده از طرف محترم سیروس جان امیری
خدا بیکش پهلوان میتونه گساله را بچه برسانه که جایزه تانه و طرف سیروس امیری اعلان شده و ما ببینم که چاپانداز و پهلوان خدا بیکش پهلوان از میانه این چاپانداز اینجا سمنگان است اینجا جای قهرمان است بیرون خط حال است حضور هر یک شما دیدارم امیری هر پهلوانی که بتانه گساله را به خط برسانه جایزه تانه طرف سیروس جان امیری اعلان شده و گساله برداشته شده توسط نجیب الله پهلوان نجیب جانا گساله برداشته شده نجیب الله پهلوان نجیب پهلوان قهرمان افغانستان است گساله برداشته شده توسط نجیب الله پهلوان قهرمان افغانستان بدون آمادگی و موزه چی میگه گساله قهرمان چه کند در کم میدان گساله به خطر رسیده و سمیعالله فولاد و ها سمیعالله فولاد است سمیعالله فولاد است از قتل بادام است چی میگه گساله سمیعالله فولاد است علی میساید این گساله به نظرم که ریسپان نرسیده یک شمال کلام و جایزه تان طرف سیروس امیری اعلان شده و حال مومد رسیده به ضربه پهلوان و شاین شهید محمد اکبر خان نیازی گساله را به تقدیمش گرفته این ضربه پهلوان در حال تاخت تاز است این ضربه است ما ببینیم ضربه چی میتونه این گساله را و چی میتونه حکم میدان بجا الحاج شیزولا باید پهلوان از علی میسایب است گساله که انداخته شده ببینیم که میر شیرزاده توران است و شیر غرار است شیرزاده توران است و شیر غرار است که جایزه تان از طرف سیروس امیری پرداخته میشه ببینیم که شیرزاده توران گساله را تبدیل به جور میکنه یا خیر شیرزاده توران کمالای شیرزاده توران ببینیم که چی میکنه شیرزاده توران است شیرزاده بای پهلوان حکم میدان بزرگوار شیرزاده توران گساله چی رقم از میشه شیرزاده با پهلوان هستی هم اینجا با اون هستی چی رقم شد با افتخار شیرزاده توران دوستا یک چکچک ببینیم شیرزاده توران پهلوان با سوارکاری اسب با سوارکاری اسب عاجز برهان سیغان چی توانست گساله را به جور برسانه که جایزه تام از طرف فیروز جان امیری داده شد تشکر از فیروز امیری و برهان و گساله سرگردان در دستان چاپاندازها هست جایزه تام از طرف محترم عاجز اسماعیل پای سبز پوشی اعلان شده فارس دونی را تشکر خیلی بردم عرض می‌دارم نواز الحاج خلیل بای خیلی را خوش آمده میگم حضور شما در میدان نور محمد جان و خوشگل جنوس و گساله را ببرید سمت بیرق گساله بیرق نشدن گساله بیرق نشدن گساله بیرق نشدن گساله را بیرق ببرید مظلومیات شاید عزیز ما را خوش آمده و خیر مقدم عرض می‌دارم با مجاهدینش اینجا آمده به خاطر مظلومیات شاید یک زمزمه میگیم دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن وعده تدرست نرسال ترطول چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن ارحم داری قبر زینت وطن دا جنت جنت وطن در دستان چاپاندازهای عزیز ما و ببینیم که این گساله تبدیل به جور میشه یا خیر بیرق نشده دوره سمت بیرق گساله بیرق نشده گساله بیرق نشده گساله را ببرید بیرق گساله بیرق نشده گساله را ببرید بیرق از بیرق دور تو باید جایزه که از طرف آقای شهید اسماعیل بای سبز پوشی اعلان شده را
از آن خود میکنیم. برو سمت بیرق. آفرین. چاپانداز پنجه براده. برو سمت بیرق. سمت بیرق برو. سمت بیرق برو. شفیق‌الله کلیکوف را هم حضور شخص شماره و خیر مقدم عرض می‌کنم. علی حاجی برونش حاجی برون خوش آمدید و گوساله بیرق نشده. گوساله را بیا پهلوان نوجوان است. پهلوان نوجوان است تشریف نمیشه. یوسف جان است. بیا یوسف جان. علی صاحب دیگر جوانان را تشریف می‌دهند. یک چک ببینیم. یوسف پهلوان نوجوان با سوارکاری اسب حاجی صاحب نرام باید توانست گوساله را به جرب رساند که مستحق جایزه از طرف حاجی صاحب اسماعیل بای سبزپوشوان نماینده شناخته شده و این چرا گوساله را ببرید سمت خسته را بسیار آوایش داشته باشید. خسته بسیار بسیار کاری است. هیچ بیشتر نشدی. همون خسته شدی. ببینیم که یک شمال کلان یک شمال کلان جایزه 1000 از طرف حاجی صاحب شفیق‌الله کلیکوف اعلان شده. شمال کلان ببینم که نجیب الله قهرمان افغانستان است. نجیب الله پهلوان قهرمان افغانستان گوساله را تقدیمش دارد. بتونه جایزه شفیق‌الله کلیکوف از آن خود بکنه. نجیب الله پهلوان خود نجیب الله پهلوان است. ببینیم نجیب الله پهلوان گوساله را تبدیل به جور میکنه یا خیر. چاپاندازان همه‌شان در حال ساختار اصلا نام خود را خوب کش است. هنوز گوساله را تقدیم نجیب الله پهلوان و باز هم گوساله دور میشه. 1000 افغانی جایزه از طرف الحاج شفیق‌الله کلیکوف. قاری حساب منیر قاری منیر پهلوان است با سواری اسب حاجی عبدالوحید قهرمان. قاری منیر پهلوان است. قاری منیر پهلوان است با سواری اسب حاجی عبدالوحید قهرمان برادرش در حال نبرد تنبتر است. این چاپاندازان جایزه تان 1000 افغانی. حاجی صاحب عثمان خوش آمدید. دولت زی عزیز ما 1000 افغانی جایزه از طرف محترم حاجی شفیق‌الله کلیکوف اعلان شده که چکیدهشان 5 سال بالا میره تا 10,000 میرسه. از 1000 افغانی شروع کردیم و گوساله به دستان کدام یک از چاپاندازا از چهارپاچه از گوساله نجیب پهلوان هم یک پاچه گوساله را به دستش گرفته. نجیب پهلوان است. خود نجیب پهلوان است. بازم نجیب پهلوان است. شانس خود را می‌آزماید. بازم نجیب پهلوان است. آفرین چرا گوساله رازا نجیب پهلوان قهرمان رازا بیا بالای کبیر نجیب الله قهرمان افغانستان با سوارکاری اسب کی باشه که گوساله را به 1000 افغانی شناخته شد. بیا نجیب پهلوان بیا بیدری اصال نوارد که جایزه اعلان نشد. بالا کنی پهلوان عجیب را چی دادی پهلوان
یک چرا جایزش از طرف معلم عظم‌الدین رویتوابی از طرف معلم صاحب عظم‌الدین رویتوابی جایزه همینجور اعلان شده که شفاعت معلمان شفاعتین اعلام کن خبر شما رو فردا کم میگم شما نشید نه خونه خون ولی تو خونه خواهر کس میبینه یه میدان خدا یا داش نزدم ولی ایشی کفتان خیدان تو خاصیت بود داش شویانه فرو تیار شوی حاجی سکرم سایغان چی چرا آکد میدان اونجا حضور داره اگر بیشتر شده باشه جایزه طرف با چکران سایغان چی وار بار این بخیر هر پهلوانی که بتونه گوشوله را به دل دایره حلال قرار بده از بیرق از همینجا مستقیم بیرق میریم از بیرق میاریم به جور جایزه طرف با چکران سایغان چی اعلان شده گوشوله را از همونجا میبرید بیرق از بیرق میاریم به جور جایزه طرف برو پهلوان جان هر پهلوانی که دوستانه را از بیرق دور به دوا بچور میرسانه جایزه از طرف حاجی بران عظیم اعلان شده از بیرق دور بده بیرق نشده بیرق نشده از طرف حاجی عبدالوحید قهرمان نجیب الله پهلوان $50 جایزه داده شد به خاطر که بیشتر توانسته نجیب الله قهرمان افغانستان دوستانه را به سوارکاری از حاجی عبدالوحید قهرمان به جا برسانه که مستحق $50 از طرف حاجی عبدالوحید قهرمان شناخته شد جایزه که از طرف حاجی برهان عظیمی اعلان شده $1000 جایزه گوساله کالدی کم شدی بخیر گوساله کالدی $1000 جایزه از طرف حاجی برهان عظیمی اعلان شده $1000 تشکر از بخششی که حاجی برهان عظیمی برای ما روان کرده یک دنیا ممنون و سپاس بیرون میدان نرید که فعال میشه گوساله ورنشته شده توسط سمیع الله پولاد و کوکچه الحاج علی مای سایغانچی رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان ببینیم که سمیع الله از تو کوکچه الحاج علی مای سایغانچی جایزه $1000 از طرف حاجی صاحب برهان عظیمی دارنده دو تا اسب کاکا و چابک $1000 جایزه که سمیع الله فولاد است در حال نبرد است نزدیک جرا سمیع الله فولاد است و باز گوساله و تحکیم ضربه پهلوان آفرین شفیق‌الله کلیتوف هم به سوارکاری اسب محترم انانبای قلعه شفیق‌الله کلیتوف است بتانه شفیق‌الله کلیتوف به سوارکاری اسب محترم انانبای رسول گوساله را به جور برسانه شفیق‌الله کلیتوف است به یاد قدیم پسر مرحوم حاجی احمد بای حاجی شفیق‌الله کلیتوف است بتانه گوساله را به جور برسانه که $1000 جایزه اعلان از طرف حاجی برهان عظیمی های آفرین حاجی شفیق‌الله کلیتوف یک تمرین نداری عزیزم آفرین تازه کردیم میگم تازه کردیم چراغ گل شده مرحوم حاجی احمد بای گوساله بازم سرگردان در دستان چاپر تازه پنج پولادی ولایت سمنگان که $1000 جایزه اعلان شده از طرف محترم حاجی برهان عظیمی آفرین گوساله برداشته شده ببینیم که ضربه پهلوان است به نظرم که ضربه پهلوان است و سوارکاری است که حاجی سلاجی باشه یا مدد مای حسن حالی و
لحظه پیشتر معلم صاحب از ویدیلی روی دوابی یک جرا طور تشویقی به چاپاندازا پرداخت. تشکر از حضور معلم صاحب. گوساله چرا از حکم میدان میدن گوساله نشده. یک شمال کلان و 1000 افغانی جایزه از طرف حاجی بران عظیمی. 1000 افغانی جایزه از طرف حاجی بران که چاپاندازای پنج فولادی سمنگان از آرخت میکنند. شیرزاده توران است و شیر قرآن است. شیرزاده توران است. ببینید که شیرزاده توران گوساله را بالاخره و کجا میرساند. شیرزاده توران است. شیرزاده توران است. آفرین شیرزاده توران. شیرزاده توران میتونه 1000 افغانی جایزه حاجی بران عظیمی را از آن خود بکنند و سوارکاری اسب محترم حاجی. ببینم که اسب شب تبدیل کرده اسب باشه و شیرزاده توران است. در لحظه پیشتر معلم صاحب از روی دوابی یک جوره در چاپاندازا تقدیم کرد. تشکر. هنوزم توران است. هنوزم توران است. هنوزم توران است. شیرزاده توران است. بتانه گوساله را به یک چشماندار. شیرزاده توران بتانه این گوساله را به جور برسانه که جایزه 1000 افغانی حاجی بران عزیزی را از آن خود میکنه. ببینم که گوساله 4 پاچه شد بالاخره. گوساله 4 پاچه میشه. حضور پسر حاجی بران عظیمی را به شما خیر مقدم میگم. نجیب الله پهلوان است. قهرمان افغانستان است. نجیب الله پهلوان است. نجیب پهلوان است. ببینم نجیب پهلوان بیاد داشته میگیرم. نجیب پهلوان بیاد داشته میگیرم. آفرین. پهلوانا همه تو تاخت تاز بکنین. گفته رحمت الله علیمی که میگه مردان وار به تازه مسلمان. بیا نجیب پهلوان بیا بالای تو بگیرم. تیز بیا چابک بیا. گوساله را ببرین بیره جور بعدی اعلان نشه از طرف قهرمان زاده. گوساله را بیره ببرین جور بعدی اعلان نشه از طرف قهرمان زاده. بیا نجیب جان بیا. اجزای رازد یک چکچکی بلند بکنیم و نجیب الله پهلوان قهرمان افغانستان و سوارکاری هست. و سوارکاری هست. و سوارکاری هست. دکتر صاحب عظیم خان گوساله را به چون رسانده نجیب پهلوان از اینجا مستقل چور هست دکتر عظیم خان که لحظه بیشتر از پیشان قهرمانی کرد. گوساله چور است. گوساله چور است. شفاودین گوساله چور است. شفاودین جان گوساله چور است. شفاودین جان گوساله چور است. بالای تا بگیرم چور است گوساله که جایزه تان از طرف دکتر عظیم خان اعلان شده. شفاودین پهلوان است. بتانه گوساله را به خط برسانه. شفاودین پهلوان است. بتانه گوساله را به جور برسانه که جایزه دکتر صاحب عظیم خان از آن خود بکنه. 1000 افغانی جایزه از طرف دکتر صاحب عظیم خان. ببینم شفاودین است. شفاودین است. خود شفاودین است و چه میگه علی صاحب بیا بیا بالای تا بگیرم. بیا بالای تا بگیرم. با افتخار شفاودین پهلوان در ایشوفی یک چک شفاودین پهلوان و سوارکاری اسب حاجی عبدالقدیر خان دولت گوساله را به جور رسانده. مستحق جایزه از طرف دکتر صاحب عظیم خان شناخته شد. شفاودین پهلوان قهرمان زاده اعلان میشه.
لحظه پیشتر عبدالباسط پهلوان به سوارکاری اسب عزیزبای ترکی گوساله را به جور رساندن مستحق جایزه شناخته شد. جور است گوساله جور است ضربه پهلوان است و جایزه دارد طرف محترم قهرمانزاده یک اسب دارا و چاپانداز پنجه فولادی مرکز ولایت سمنگان به شمار میره. این قهرمانزاده ملک فتح قهرمانزاده زبیولا پهلوان است. اسب الحاجی زلوای پهلوان پدر زبیولا پهلوان است. زبیولا پهلوان است که به نوبت خود این گوساله را به تقدیم رازش گرفته بتانه که گوساله را به جور برسانه جایزه ملک فهد قهرمان زاده را از آن خود بکنه. زبیولا پسر الحاجی زلوای پهلوان هنوز هم زبیولای پهلوان است. زبیولای پهلوان معاون فدراسیون کشورات سمنگان الحاجی زلوای پهلوان که از پیشنام خود خوب می‌گردد. این زبیولای پهلوان که بتانه گوساله را به جور برسانه جایزه هم اعلان شده از طرف ملک فهد قهرمان زاده. آفرین زبی، آفرین زبیولای پهلوان در حال نبرد است و تاخت همچنان جریان دارد. هنوز هم زبیولای پهلوان است. بتانه جایزه ملک فهد قهرمان زاده از هنوز هم زبیولای پهلوان هنوز هم زبیولای پهلوان و سلامتی گوساله دیگر در تقدیم راست خود و میخواهی که تبدیل به امتیاز بکنند. این زبیولای پهلوان که جایزهش از طرف ملک فهد قهرمان زاده اعلان شده. آفرین زبی جان، ایده زبی جان، ایده زبی جان، ایده زبی جان، سمت چپ زبی جان، سمت چپ. آفرین زبی جان، اینه مثل چلا بودن قهرمانی بکن زبی جان. خود چلا بیدن از زبیولا پهلوان. آفرین، آفرین زبی جان، آفرین زبیولا. ای نام خدا، ای نام خدا، خود کش است نام خدا، بسیار خطرناک کش است. گوساله در زمین است، گوساله در زمین است. شمال کلان و جایزه تان از طرف ملک فهد قهرمان زاده اعلان شده. اسب بدکوچ اسکرخان آسیابادیان در میدان است و ببینیم که چی خواهد کرد تا آخر بسکشی. ببینیم سمیولای فولاد است و کوکچه رئیس فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان، کوکچه رئیس فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان است و سمیولای فولاد سمیولای فولاد است و کوکچه الحاج علی بای سیغانچی رئیس فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان بطوره که جایزه ملک فهد قهرمان زاده را سمیولا جان است و مسئله که کوکچه را سیکن نام خدا رفتار است که محترم نیسان عیسی سلامواری است. ای کوکچه چه میگه کمی میدان زحمت های سمیولای فولاد ضایع شده یا نشده؟ بسیار زحمت کشیده فولاد به این گوساله کش کرد کالا و بچه خسته؟ هی خسته اینی خسته زیر صفا بیارید نمبر خیر مقدم عرض می‌دارم. این نمبر خیر برداشته شده صفت الله پهلوان، صفت الله پهلوان قهرمان سوتا جگر صفت الله پهلوان بطوره که گوساله را به خط رسانه جایزه که از طرف ملک فهد قهرمان زاده تعیین شده را از آن خود بکنه. این صفت الله پهلوان گوساله را تعقیب صفت الله پهلوان قرار داره که گوساله را به خط میرسانه. تا لحظات دیگر معلوم خواهد شد جایزه تان از طرف محترم ملک فهد قهرمان زاده یکی از دستیاران و چوپاندازهای ولسوالی تلسل مرکز ولایت سمنگان است. هنوزم گوساله و چنگال صفت الله پهلوان قهرمان چیپس و جیک افغانستان
هست که گساله را به خط میرسانه آسای صفت طلبان جلو بزن جلو باید اول که جلو بزن جلو باید دیگه طلبان صفت کوشش خودم میکنه صفت طلبان اما ایجا پسکشی است ایجا کش است همه کش میکنه همگی کش میکنه چی میگه که میبایده آفرین پهلوان رازا بیا پهلوان جا برای تا بگیرم بیا پهلوان بیا پهلوان جا بیا برای تا بگیرم با افتخار صفت الله پهلوان قهرمان چوب افغانستان با سوارکاری اسب محترم شیر علی پای پهلوان مقیم آلمان گساله را به حضور شما و دل دایره حلال قرار دادن مستحق جایزه شناخته شد همچنان از طرف رحمت الله بای علیمی هم برش جایزه داده شد یه بود صفت الله پهلوان که جایزه از طرف ملک فهد قهرمان زاده اعلان شده بود صفت الله پهلوان قهرمان جایزه تان از طرف مظلوم یار صاحب از طرف آمر صاحب مظلوم یار اعلان میشه جایزه امین جان جایزه امین جان از طرف مظلوم یار صاحب اعلان شده از طرف آمر صاحب مظلوم یار یک دوست این جایزه دلسوز و سربرست مرکز ولایت سمنگان چی میگه اکنی میدان؟ بیا بالای تا بگیرم گساله را باز بیاری سمت درسه یک چکچکه بله شفاوالدین پهلوان با سوارکاری اسب حاجی قرآن از هندی گساله را به جلسات مستحقی جایزه شناخته شد شفاوالدین پهلوان بود با اسب باتور حاجی قرآن عظیمی که گساله را به خلق رسانده مستحقی جایزه از طرف آموزش مذهبیان شناخته شد بیرقدار بودیم که جایزه تان اعلام میشه تا لحظات دیگر از بیرقدار بودیم گساله چرا آفرین بیا برای تا بگیرم بیا بالای تا بگیرم یک چکچکه شیرزاده توران با سوارکاری هستی سیداران آقای کابلدان گساله را $15 از طرف نبی الله پهلوان اعلان شده جایزه جو زبی الله پهلوان $15 این جناس رو خوش کردیم $15 از طرف نبی الله پهلوان جایزه چکیدهش بالا میره $100 جواب دارد بودش هنوز در شفاوالدین است زبیولا یک طرف شم رستم پهلوان آقاگل زبیولا پهلوان است یک طرف رستم آقاگل بازم زبیولا موفق‌تر زبیولا پهلوان است و به طور $16 شد از طرف نجیب الله پهلوان $16 چکیدهش بالا میره اینو میتونم که سلطش کنیم $16 از طرف نجیب الله پهلوان اعلان شده دام خدا آفرین چپندازان گساله سرگردان است همچنان سرگردان است حضور نورالعالمین رها به شما خیر مقدم میدانیم $16 $16 خود پهلوان خود الحاشیه زنوی پهلوان مورد فدراسیون اسکشی ولایت سمنگان است و اسب قرقیزی شد خود شهزاده بای پهلوان است خود شهزاده بای پهلوان است خود شهزاده بای پهلوان یک چکچک خود کنید از شهزاده بای پهلوان شهزاده بای پهلوان معاون فدراسیون اسکشی
viloyati Samarqand o'tdi. Go'shalara Bahat Rasondan mustaqil joyga shinoqtamish. Biya, palvon biya. Bounsar keling. Yakka-yakka istiqomat bo'lgan. Va Najibulloh Pahlamonov. Shezoraboy Pahlamonov Mavlana Federatsiyamizga viloyati Samarqand tomonidan savarqaroq kirgizib bo'lish joyida Shezoraboy Pahlamonov azoni xudbunaki Alho Shezoraboy Pahlamonov joyida shavarma baxshi. Najibulloh Pahlamonov kechagi isham bo'lamera. Dadola. Yana bugun shafarulina. Joyida balam ijodi joyida balam. Shafaruddin Jambiya. Ya bakar. Ya bakar balam tadi gerak. Gosalara kubare bayrak. Gosalara bayrak kubare. Yakka-yakka bugun Shafobuddin Pahlavan. Shafobuddin Pahlavan basavarkari asli muhtaram Hoji Burhon Azimiy go'shalara badali doira aloqalardan mustaqil ta'dalar asari Najibulloh Pahlavan qahramon Afg'oniston shinoqtashidi. Bir Pahlavan Najibga. Go'shalara kubare bayrak. Chorumin cho'riga joylash to'dashlar asarafi. Najibulloh Pahlavan. Lazay Peshtar asarafi Malik Fahad qahramonzoda Najibulloh Pahlavan. Raisi Federatsiya Tashkilot Samarqand intiqod karda cho'qindozlar mega kashname kulindiga Alhoji Aliboy Sayxonchi mega. Boz ham tujur e'lon qilib ba'da suri Najibulloh Pahlavan. Go'shalar berilib ayollarda bo'lsa qoldi. Joyda ijodlar e'lon tarafi Najibulloh Pahlavan. Ba'dasi tujur ham e'lon qilingan yangiliklar va ojiza hisobi omil sayda avval va yangiliklar masalalar ojiza isbotlar. Ojiza azmurloh e'lon qilingan. Go'shalar zelsuba beri yerli bayroq qavra. Zelsuba. Go'shalar beriga Madaresh go'shalara Bajorasonda birodari Najibulloh Pahlavan mustaqil joylar tarafi Alhoji Shezoraboy Pahlavan shinoqtashi. Joyda ijod chorvalar tarafi Najibulloh Pahlavan qahramon Afg'oniston e'lon shida. Ba'dasi ijod tarafi ojiza basamak e'lon qildi. Ofarin. Chimaga hakam maydon. Ya balok tabiin. Pahlavan. Chop Pahlavanjon chop tur. Go'shalar samti rosti vazirliklar o'rniga jure ojiza musobaqalar e'lon qildi. Yakka-yakka bilan o'tinda Sabiulloh Po'lat savarkari asli guli bodome rais federatsiya Ruskashi viloyati Samarqand Aliboy Sayxonchi go'shalar Bahat Rasondan mustaqil chorva dolar asari Najibulloh Pahlavan shinoqtashi. Go'shalar zelsuba bo'ladi. Anonboy og'amizda xush keldingiz deymiz. Palonboy Rasuli xush keldingiz. Vazir Bahay. Arpalovniki go'shalarga cho'rbelasida joyda tarafi Hoji Usoma Omir Soybe Avziya avvali Tumandoni Amniya viloyati Samarqand joyda bardoqlamoqda. Asarabe Omir Soybe Avziya avval Hoji Usoma joyda Abijor e'lon qiladi. Joyda Omir Soybe avvali Qumandoni Amniya viloyati Samarqandga Hoji Hasoba Kudam yakka chapandozona azona fatmay guna.
جایزه ایجوران از طرف آجی حساما آمرسایب اوزیه اول امنیتی قماندانی عدلیه ولایت سمنگان اعلان کردم. حضور مجلس یار صاحب را هم یک بار دیگر خوش آمدید میگم. تشکر از امنیت که همیشه مجاهدین سربکف سمت اول میگیرن قماندان پیکار و مجاهدینش. تشکر از همه مجاهدین قماندان پیکار. فول است گوشاره فول است گوشاره فول است. نجیب پلوان است چه بگه اکر میدان تا یک اکر میدان نروکم ما حق نداره گوشاله از خط تور بگم بریم دیگه از پیرک دور بده جایزه تا از طرف حاجی صاحب حساما آمرسایب اوزه اول امنیتی قماندان امنی ولایت سمنگان اعلان شده. یک شخص حاجی حساما طرفدار به جز مکافات اعلان بوده. هر چوب اندازی که اخلاقنه طور قانون جرگه اعتراضه جایزه هم حاجی صاحب حساما آمرسایب اوزه برنچه اوزه امنیتی سمنگان کل اعتراضه وردار زمین گیر باشی بخیر. جایزه تان از طرف یکی از این مجاهدین زحمتکشی ولایت سمنگان که حاجی حساما آمرسایب اوزه اول از بر شما تقدیم میکنند به خاطر رشد و ترقی چاپاندازا در پالی رئیس صاحب فدراسیون روزکشی ولایت سمنگان الحاج علیمقا استقلالچی است که در پالیش مجاهدان سهم گرفته چاپاندازا را تشویق میکنند. سپاس کسانی که در پالی فدراسیون روزکشی ولایت سمنگان قرار دارند و سهم گرفتند. جایزه تان از طرف حاجی حساما عبدالعادی تا خراغلا صاحب عبدالعادی پهلوان خل میرم خوش آمدید میگم. دو ساله رسه میرم بعد از چوری حاجی صاحب حساما یک چور دیگر از طرف حاجی صاحب عظم الله آمرسایب سمت دوم امنیتی قماندانی امنیه ولایت سمنگان اعلان میکنم. این چور از طرف حاجی صاحب حساما بردار بخیر زمینگیر باشی. هر که زمینگیر یدن کترده کوچکne دایره علاوه کرده جایزه هم حاجی حساما طرفدان کلکی ترسده وردار زمینگیر باشی. آفرین اینال بسکشی بسیار کش شد. اینال بسکشی بسیار لپجه میشد. جوری بعدی را از طرف حاجی صاحب عظم الله امر سمت دوم جایزه تان از طرف حاجی حساما اعلان شده. وردار زمینگیر باشی. وردار زمینگیر باشی. چوری بعدی هم از طرف امر سمت دوم محترم حاجی حسم الله اعلان میشه و حال جایزه اعلان شده از طرف حاجی حساما. زمینگیران نیست بزرگان چاپاندازا تاخت تاس همچنان جریان دارد. کی بیوار دارد؟ کی میوار دارد؟ صفت الله پهلوان صفت الله پهلوان چرا کمت گسالیش باشد شیزده بای و رحمت الله علیمی هر کدام نزدیک باشه. silakan Mas lolos ya Bapak cari dasar ya yang cocok begini
سپتلا لبان قهرمان جیک و جیک و سوارکاری اسب دکتر صاحب عظیم گسلره و جرسانه مستحق جایزه از طرف حاجی اسامه شناخته گسلره بیاریم پیش تیلر که از طرف آمد صاحب سمت دوم یک کرم مکابات شلال نشن گسلره بیاریم سمت راست ما گسلره این طرف این طرف باسم جان این طرف بیاره از طرف حاجی اسم الله با مصاحب سمت دوم امنیتی قماندانی امنیه ولایت سمنگان اعلام میشه. اسم الله با مصاحب سمت دوم پرداخته میشه. ماشاءالله گوساله برداشته شده و هر پهلوانی که بتونه گوساله را و دل دایره الان قرار بده که جایزه شان از طرف حاجی اسم الله با مصاحب سمت فاول است. گوساله فاول است. فاول است. بیار آورده پرتک فاول است. اسماعیل جان دل فاول. اسماعیل پرتک فاول است. فاول است. فاول است. آفرین. بیار اینجا. اینو باری. ویسالی اکانت گوشی من نامده. این آنی وارداریز بخیر جایزه دارد اسم الله آمور سری سمت دوم قماندانی امنیه ولایت سمنگان اعلان شده که سربری ای بدشانس ای چی میگه عنی بسیار چی از گساله خسته بدون جایزه محترم حاجی صاحب اسم الله آمور صاحب سمت دوم را کدام یک از پهلوان آزان خود میکنند ضربه زحمت خود را کشیده و ریسپار رسید نرسیده گوساله را بیار اسم الله با اون جایزهش با دوستانش امروز دوست کشی سهم گرفتن مردم جایزه از طرف آمور صاحب سمت دوم امنیتی قماندانی امنیه ولایت سمنگان اعلام شده حضور حاجی از خط قرار دردم بلند ای که بخیر چورست ای که بخیر چورست ای که بخیر چورست ای که بخیر چورست یشسن آقا جان ای که بخیر چورست هر پهلوانی که برونه گوساله را به خط برسونه جایزه از طرف مصاحب سمت دوم اعلام شده ای که چورست ای کجورت بخیر هی نبی تو کشست نام خدا به تو کشست که خوب سی کشست همه یوتیوبرها کامرابینای عزیز ما را در میدان ورزشی قرار شما ده خیر مقدم میگم از طریق شما از دریچه شما همه دوستان تماشای بس کشیده میکنه عکسای خوب و نازنین شما تقدیم میکنیم واردار بخیر جایزه دارد حاجی صاحب اسم الله آمور صاحب سمت دوم قماندانی امنیه ولایت سمنگان اعلان شده گوساله چهار پاچه است ببینیم که کدام یکی از چوپانداز آزان خود میکنند آفرین به همه پهلوانان حاجی عبدالوحید قهرمان خوش آمدی یک بار دیگر هم حضور تنه میدان خیر مقدم عرض می‌دارم و جایزه اینجور از طرف آمور صاحب سمت دوم قماندانی امنیه ولایت سمنگان محترم حاجی صاحب اسم الله اعلان شده کدام یک از چاپاندازان جایزه مجاهد را از آن خود میکنند کدام یک از پهلوانان همچنان تاخت تا جریان دارند نزدیکای جرهم هست و گوساله باز هم و چنگال چاپاندازه پنجه فولادی ولایت سمنگان قرار دارد که موفق برش کدامش است که جایزه حاجی صاحب اسم الله آمر سمت دوم امنیتی قماندان امنیه ولایت سمنگان از آن خود بکنند نزدیکی جرست گوساله چهار پاچه هست همچنان تاخت تا جریان داره به نظر که کدام یکی از پهلوان باشه در میانه ها گوساله سرگردان است و چنگال چاپاندازان جایزه تان از طرف آمور صاحب سمت دوم امنیتی قماندانی امنیه ولایت سمنگان محترم حاجی صاحب اسم الله که
در پهلوی الحاج علی بای سیغانچی رئیس فدراسیون بزکشی استانبول امروز ایستادن و تماشای بزکشی را میکنند. به نظر که شهزاده توران است. شهزاده توران است و 2 سالش 4 پارچه بود که می‌بینم که جایزه واسه آسیم الله آموزشی سمت دوم سمنگان را از آن خود بکنه و حال به نظر که زبیولاد یا زبیولاد پهلوان است و یک طرف شام سیروزان و حال فرید جان است، فرید پهلوان است، پسر خانزاده بای پهلوان، فرید پهلوان است، پسر خانزاده بای پهلوان، فرید پهلوان. چی میگه کمی میدان؟ حکمای میدان چی میگه؟ بیا فرید جان، بیا فرید جان. یک چکر مومه بکنید. فرید پهلوان و سواداری اسب پدرش خانزاده بای خوارزاده الحاج شهزاده بای پهلوان 2 ساله را به دل دایره اعلام کرده. جایزه می‌دهد حاجی عبدالوحید قهرمان، یک از اسبدارای ولایت سمنگان داشته قهرمان زاده 2 ساله را به تقدیم خود گرفته. جایزه اجرا شده به حاجی عبدالوحید قهرمان اعلام شد. همین که قهرمان حضور پیدا کرد جایزه یک جرا از طرفش اعلان میکنیم. هر پهلوان رو بگیره روش جا میشه. بیرون میدان فاول است. داخل پرتن، داخل خط پرتن باشه. آهان نورلان پیش رئیس صحبت کرد. نام خدا 2 ساله چرا؟ 2 ساله چرا؟ 2 ساله چرا که جایزه تا از طرف حاجی عبدالوحید قهرمان اعلان شد. نورلامی است. 2 ساله چرا؟ 2 ساله. در وقت نماز عصر دوستان در 15 دقیقه 15 آماده خود را بگیریم. 15 دقیقه بعد با شما یک وقت 15 دقیقه داریم. 2 سال بعد داشته شما می‌بینید که اسب برفکوچ است و شهرمان پهلوان است. اسب برفکوچ اسکر خان آسیاد باتی بود که می‌بینیم 2 ساله و چند سال کودک ادریس گرفته سعی نه جایزه طرف حاجی عبدالوحید قهرمان اعلام شده. هی کبالای بگیرم چاپنداز، هی کبالای بگیرم، هی نام خدا، هی نام خدا، هی کبالای بگیرم. هی نبتایی که مردانوار بتازید، کاشیزین، جلوکش، سال هم تو بسید مرد داری بتازید. واسه سفران اسب سوار شده و اینا را حضورش در میدان یک بار دیگه خوش آمدید میگویم. یشسین گوساله سرگردان با دستان چاپندازا اسبی جایزه دارد طرف حاجی عبدالوحید قهرمان اعلام شده. کدام یک از چاپندازا ضرورت میکنه تا لحظات دیگر فهمیده خواهد شد. جایزه حاجی عبدالوحید قهرمان این حال کشی گرم شد. نام خدا خوب کش است. همین تو کش است که کامکه کش است. خیلی خوب کش است. هر پهلوان که بسید 2 سال آبادی بود جایزه بگیرم شده از طرف حاجی عبدالوحید قهرمان، یکی از اسبدارا و چاپندازان ولایت سمنگان است. آفرین. بیا چی میگه که میدان؟ بیا بازم یک چکچک افتخاری صفت الله پهلوان قهرمان جلوه‌جوی افغانستان و سوارکاری اسب پیشبند داره حاجی صاحب دکتر حاجی صاحب عزیزبای گوساله را ضربلی چی بگه که میدان؟ بیا ضربلی جان بیا بلای تبیر ضربلی جان که ضربلی جان یک چک در شایر سوا ضربلی پلان و سوارکاری اسب شاهین شهید محمد اکبر خان نیازی گساله را
دل دایره قرار داده مستقل جایزه از طرف دکتر آقاگل شناخته شدیم و چه شبیه حضور داره رستم جان. رستم پسر آقاگل جایزه تکنیک بالا میره از طرف صفت الله پهلوان قهرمان جیت افغانستان. شفاودین است و اسب بفکوچ شفاودین پهلوان است و شفاودین پهلوان است و اسب بفکوچ از کرخان آسیابادی بطوره که $10 صفت الله پهلوان از آن خود بکنه تا لحظات دیگر معلوم خواهد شد. $20 شد، $20 شد از طرف قهرمان چیک تاجیک افغانستان صفت الله پهلوان برادر نجیب الله پهلوان. $20 تا $100 میرسه. هنوز هم گوساله سرگردان است. $20 جایزه از طرف صفت الله پهلوان قهرمان چیک تاجیک افغانستان اعلان شده. جایزه $20 صفت الله پهلوان آجیایی قهرمان از آن خود میکنه. آجی عبدالوحید قهرمان است. آفرین قهرمان. خود آجی عبدالوحید قهرمان. خود آجی عبدالوحید قهرمان. گوساله و تکین راست آجی عبدالوحید قهرمان قرار داره که بتونه گوساله را به دایره برسانه که جایزه $20 صفت الله پهلوان را از آن خود بکنه. آجی وحید است. هنوز هم آجی عبدالوحید قهرمان است. هنوز هم آجی عبدالوحید قهرمان است. بطور گوساله را این قهرمان بچه تبدیل کنه که جایزه هم $20 از طرف صفت الله پهلوان اعلان شده. بیا بخیر، بیا بخیر، بیا بخیر. با آجی عبدالوحید قهرمان چک آجی عبدالوحید قهرمان با سوارکاری اسب خودش توانست که گوساله را به دل دایره قرار و مستقل $20 جایزه طرف صفت الله پهلوان قهرمان چیک و دیگه افغانستان شناخته شد. خانانگوی رسول اعلان شده. برادروار بتازید، مردانوار بتازید. یک طرف رستم آقاگل و طرف دیگر زبیر الله پهلوان برادر سمیع الله فولاد. جایزه طرف خانانگوی رسول یکی از اسباران ولایت سمنگان چوپانداز هست. کدام یک از طلبان موفق تر خواهد بود و سیر و جان گذاری وارثید داشته شده توسط کدام طلبان است که سمیع الله فولاد باشه یا رمزالله است. بیا رمزالله جان، رمزالله جان بیا. رمزالله طلبان است. بیا حکم میدان درست است. بیا رمزالله جان بیا تا که حکم میدان نگویم ما بیا حق نداریم. به افتخار رمزالله پهلوان چک چک بکنند دوستان. رمزالله پهلوان پسر شیر علی بای پهلوان رسولی مقیم جرمنی گوساله را و دل دایره حلال قرار داده. رمزالله جان نوجوان که مستحق جایزه از طرف خانانگاه رسولی مستحق $1000 افغانی جایزه شناخته شد. یہ بود کمالای رمزالله پهلوان فارس سمیع الله مجدد جایزه طلب سرافانی شروع شده که سمیع الله فولاد است. سمیع الله فولاد بدانه که جایزه حسین پهلوان حاجی را در اتان خود بکنند. این سمیع الله پهلوان است. این مسئولیت فروخته از حاج حلیم بایی رئیس فدراسیون مسکش ولایت سمنگان. این سمیع الله فولاد است. یک طرفش هم رستم جان آقاگل است و جایزه از طرف حسین پهلوان آجیزاده اعلان شده. پسر آجی رقیب‌الله آجیزاده گوساله اول داشته باشد توسط ضربلی پهلوان. توسط ضربلی پهلوان میتونه ضربلی پهلوان نزدیک چراغ است. جایزه تا از طرف حسین پهلوان پسر آجی رقیب‌الله آجیزاده. گوساله سرگردان به چنگال این چاپاندازان که جایزه‌تان از طرف یک از چاپاندازان نوجوان ولایت سمنگان که
از طرف پدرش حاجی نقیب الله حاجی‌زاده یک جرعه اعلان کرده که جایزش 500 افغانی است تا 5000 چکرش بالا میره. تو پهلوان چینایی است. تو پهلوان چینایی است که رفت قهرمان زاده. بیرون میدان گرفتیم فاول است مثلا. بیرون میدان رفت. فاول است. فاول نیست میگم. ایکو فاول نیست دوستان بیرون خط نرفت. بیا از خط نبرابر دوستان بیا چینایی ولد. یک چکچک خوب بلند تور پهلوان با سوارکاری اسب حاجی عبدالوحید قهرمان تور پهلوان چینایی گلساله را به خط رسانده اینجور اعلان شده. خودش هم بزرگوار است بچه‌ها و نمایندگی از طرف حاجی‌زاده ها حسین جان و صفت جان درست کرده. نجیب الله پهلوان چی میگه حکم میدان؟ حکم میدان چی بگه دوستان حلال است؟ بیا پهلوان جان جایزه یک نجیب الله پهلوان و سوارکاری اسب حاجی عبدالوحید قهرمان باشه است حاجی بی و سوارکاری اسب حاجی عبدالوحید قهرمان گلساله را مجبور هستند. جایزه از طرف صفت الله جان پسر فارس تقی الله حاجی‌زاده اعلام شده. صفت الله جان هستی همینجا؟ حسین جان هستی؟ حسین حاجی‌زاده نام خورا جایزه اینجور از طرف از همه چپاندازه سوارکارا احترامان خواهش میکنم که کامرای ماس بزنه کش نموده داخل میدان شوید. تماشاچی برای میدان چه برای میدان از 500 افغانی اولش از بیرق دار بسید. از بیرق سمیع الله پهلوان است و توقچه رئیس فدراسیون کشورهای سمنگان از پشت بیرق دار بسید. بچه مردمه حاجی و کسای تا با خبر باشه چی؟ دو ساله بیرق است. چرا دو ساله بیرق شدن؟ چرا دو ساله سمیع الله فدراسیون مستیای توقچه الخزانی چی میگه حکم میدان؟ حکم میدان چی میگه دوستان؟ سمیع الله فدراسیون بیا پهلوان شد بازم کوچر از طرف یکیش از طرف عامر صاحب اسامه اعلان میکنم. چی میگه؟ صبر کرستان کشکر رسید بیا مقاموار گفته بودم بیا سمی جان بیا یک چکچک سمی مطمئن بولاد و سوارکاری اسب کوکچه الحاج علی باشیغانچی رئیس فدراسیون کشور عامر صاحب عوضه اول حاج اسامه جایزه‌تان اعلام میشه. حضور مولانا صاحب احمد خان سعیدی را یکی از نعتخوان‌های شهیدان کشور را خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌دارم. بازار وقت زمینگیر باشه که جایزه نظرت حاجی اسامه اعلان شده. زمینگیر باشه والله هر پهلوانی که بتونه شفا بدید دو سال را تقدیم کنه بچه‌ها برسونه جایزه تا طرف حاجی اسامه عامر صاحب عوضه اول امنیتی قانونی امنی ولایت سمنگان اعلان شده. دو ساله به چنگال عقاب مانند شفاودین پهلوان قرار داره که بتونه دو ساله را به خط برسانه و جایزه تنش بر از آن خود بکنه. گوشاله و چنگال الحاج شیرزاده بای پهلوان معاون فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان قرار دارد. بتونه گوشاله را به خط رساندن. آفرین بیا بگو
چی میگه تو میدان انشالله که حلال شده باشه حضور امیدوار پسر حاجی صاحب اسماعیل بای سبز پوشیده خوش آمده مهر مقدم میگه چی شده؟ گوشواره که زحمت زیاد کشید الها چیزا باید پهلوان معاون فدراسیون اسکش ولایت سمنگان چی میگن حکما چی میگن معطل دایر علام قرار بده جایزه از طرف حاجی کوسانا عمر صاحب عرضه اول امنیتی قماندانی امنیه ولایت سمنگان اعلان شده بازم شفا بازم شفا بازم شفا نام خدا نام خدا نام خدا نام خدا نام خدا شفاعت پهلوان جایستان شفاعت پهلوان جایستان بتونه شفاعت پهلوان میتونه نمیتونه میتونه انشالله که میتونه شفاعت پهلوان است این از پیشم ماشاءالله خواب میگرده این نام خدا این نام خدا ببینم شفاعت نه ببینم شفاعت نه ببینم شفاعت نه جایزه آن صاحب از اول رازان خود میکنن هنوزم روسالا با چندال شفاعت پهلوان هنوزم روسالا سرگردان و دستان چاپاندازان که حکم میدان چی میگن بیا پهلوان جان بیا بالای تا بگیرم یک چکچک افتخاری ذبیح الله پهلوان و سوارکاری هستی الحاج شیرزاده بای پهلوان مامونه فدراسیون اسکش ولایت سمنگان گوساله را به خط رسانده مستحق جایزه طلب حاجی اسامه شناخته شد سمت حاجی صاحب علیم بای برا سمت حاجی صاحب علیم بای برا سر شیرزاده توران جایزه آمده سمت دوم امنیتی قماندانی امنیه ولایت سمنگان که حاجی صاحب عصیم الله هست تقدیم میکنه به پهلوانی که گوساله را به خط برسانه صلاح‌الدین محمد خرق و سایما صلاح‌الدین محمد خوش آمدید حالا که بگیرم بچه جوان آبای جایزه ایجار از طرف حاجی خالد اعلان شد منصب قماندانی امنیه ولایت سمنگان است حاجی صاحب حسیم الله حضور نداشتن رفته بودن حاجی خالد بیا یک چک افتخاری بکنه شیرزاده توران و سوارکاری اسب محترم حاجی برهان سیغان چه گوساله را به جو رسانده مستحق جایزه از طرف حاجی خالد ای محترم برو حاجی خالد معاون قماندانی امنیه ولایت سمنگان بس 5 سال باید شروع چکی ایشان تا 5000 بالا میرم جایزه داناتر به رئیس فدراسیون اسکش ولایت سمنگان الحاج علیم بای سیغان چی اعلان شد ببینم که جایزه ای که تعیین شده از طرف الحاج علیم بای سیغان که رئیس فدراسیون اسکش ولایت سمنگان که خودشم و اسب کل بادام سفار است و حضور دارم در میدان ورزشی قرشواق به بسکشی این روز ما ببینیم که گوساله هم تقیم است خوش تقیم است قلب گوساله قلب گوساله سر ماماتی گوره صلاح‌الدین ماماتی گوره است ببینیم که مسابقاری اسب فارسه بطر روز گوساله را به جو برسارد صلاح‌الدین ماماتی گوره است اسب تورم و تانگ قاری اتر روز مزاری با حضور سیروز جان نام خدا نام خدا یک چکچک عمومی بکنیم با صلاح‌الدین گورم ماماتی پهلوان پسر مرحوم دیوانه بای و سوارکاری اسب محترم حارس
آصف عبدالرؤوف خان گوساله را با حضور پسرش به جر رسانده جایزه از طرف رئیس فدراسیون اسکیشول سمنگان را از آن خود کرده صلاح‌الدین پورا مماتی طالبان تبریک باشد است. گوساله چور بازم صلاح‌الدین مماتی پورا پهلوان است اسب تورق تانگ قارص عبدالرؤوف خان مزاری بازم صلاح‌الدین مماتی پورا است. صلاح‌الدین مماتی گورا از یک طرفشان سربل پهلوان است. صلاح‌الدین گورا مماتی پهلوان پسر مرحوم دیوانه پای و یک طرف هم حاجی صاحب است و سواری است که حاجی صاحب اسماعیل بای سبز پوشی بود بازم موفق‌تر بوده صلاح‌الدین مماتی گورا اسب تورق تانگ قارص عبدالرؤوف خان مزاری بچسبید که کش شود دیگر چی میگن؟ حکم میدان حلال است. گوساله رو بیارید سمت راست میدان پیش میمانه گوساله رو بیارید سمت راست میدان علی صاحب همیشه هستی بگو گوساله رو سمت راست میدان بیارید یک چکچکی دیگه بازم صلاح‌الدین گورا مماتی طالبان و سوارکاری اسب قارص عبدالرؤوف مزاری این صلاح‌الدین گورا مماتی طالبان بود که جایزه رئیس فدراسیون اسکیشول سمنگان از آن خود کرد. کارتونا این جایزه پی در پی به خاطر مهمان‌های قماندانی امنیه ولایت سمنگان که سکرتر صاحب آمدند معاون صاحب قماندانی امنیه حضور دارند همچنان اسامه حضور دارند همچنان عمر صاحب سمت اول سمت دوم حضور دارند جایزه دارد به الحاج علی بای سیغانچی رئیس فدراسیون اسکیشول سمنگان ببینیم شفاعت پهلوان است کش کنین این رقم هر کی آورده پرده بچه خاله بچه عمل نکنین کش کنین چی میگه حکم میدان آکتازیم بیشتر رحمت الله علیمی دو که مردان آور بتازیم این حال گوساله قرار داره به تقیید راست زبی اولا پهلوان که یک طرفش هم رستم پهلوان مزرعان گل بود موفق‌تر زبی اولا پهلوان است میتونه زبی اولا پهلوان بازم جایزه الحاج علی بای سیغانچی رئیس فدراسیون اسکیشول سمنگان از آن خود بکنه زبیولا جان است جلو می‌دهد در میانه‌های چوپاندازهای پنجاه فولادین ولایت سمنگان افتخار شهر و دیار ما چی میگن؟ حکم میدان تا که حکم میدان نگفتن ما صلاحیت نداریم هر کی باشد نواردار تا حکم میدان رفتن نواردار نواردار میگن گوساله ویسال نشده بودن قهرمانزاده کش نکنه ویسال نشده گوساله ویسال نشده حکم میدان تایید نمیکنه گوساله را سمت راست صفا ساده بود که به سوارکاری از تقاضای گوساله و جور رسانده مستحق جایزه از طرف الحاج علی بای سیغانچی رئیس فدراسیون اسکیشول سمنگان شناخته شد. جور رسانده حکم میدان میگه که چور رسانده بشه جور است ببینم که جایزه باز هم ادامه داره از طرف رئیس فدراسیون اسکیشول سمنگان الحاج علی بای سیغانچی به حضور میهمانان عزیز ما میهمانان امارات اسلامی افغانستان که از طرف قماندانی امنیه ولایت سمنگان حضور دارند جایزه ها پی در پی از طرف رئیس فدراسیون اسکیشول سمنگان الحاج علی بای سیغانچی اعلام میشه. تشکر از حوصله‌مندی رئیس صاحب خوشخوی ما و صفت الله پهلوان است ببینیم که صفت الله پهلوان است چه میکنه گوساله را به خط میرسونه کش کنیم دیگه بچشم یک رقم در جاریش بیا بالای طریقه نزدیک بیا رئیس صاحب انتقاد میکنه میگه شما کش نمیکنید تماشاچیان انتقاد میکنه کلتان تنها گوساله صفت پهلوان نیست همه گوساله اونطور است یک چک بچه بطل پهلوان قهرمان چیک تجیب افغانستان
تصور کنید اصلی محترم حاجی دکتر عظیم گسوره کجوراساندا مستقی جایگی شناخته شد اینا پرینler جورگاکی پرینler جایگیlerin هم birimga bo'ldi e'lon qilingan har chopadozki gusonlar tavri qonuni mustaqim az bayram davom etib maydasona 1000 afg'oniy joyga e'lon az tarafi rais federasyoni bosh kashiflar Samangoh Nomi Xudo. Bergi maydonlariga Pavlas. Beronlarda Ali Bisoyboy Yasti, Bonsoy Kezulboy. Bergi maydonlarda Pavlas. Savlas. Kokchaye Reis Federasyonu Kashiflar Samangoh. یک طرف اسماعیل پهلوان یک طرف رمانزاده از جوزان چارپاچه bayrak از bayrak دار بکنید از bayrak دار بکنید اسماعیل پهلوان شماره 11 اون دفعه سمانگاه برو بخیر از bayrak دار بکنید که 1000 افغانی جایزه اعلان شده از طرف رئیس فدراسیون کشیف‌الله سمنگان الحاج علی بایسی گلچین اعلام تو bayrak شد اعلام کشف شدیم دیگه اعلام ببینم که چی رقم کشف چی رقم کشف میکنیم اسماعیل پهلوان شماره 11 1000 افغانی جایزه ایتا اونگا پارتین که بیمزه میشه کشف میکنیم کشف این سمیولای فولاد است سمیولای فولاد است کوکچه نور خدا درو کدن کوکچه رو ببین درو کدن کوکچه رو ببین چه میگه کمی باید کسمت دورا خسته ای ناخسته کوکچه کلی بادام بسید اره 2 ساله ورم پوری ببینم که 2 سالش از چه قرار است چی شد بازم جایزه مستقیم بچور اینو بیدو بچسبید کویبر بیسوبت یلا کلا کنه کش کنید بچه خالا بچه همگیر ایلا کنید کش کنید همه تو مردواری کش کنید مردوار که مردم کهید کنید این نو کسیم شو این نو فامیلی که چاپن دوزا جان گرفته یک دور افغانی جایزه طلبی الحاج علی بایسی گلچین رئیس فدراسیون کشیف‌الله سمنگان اعلان شده مکافات هیچ کشف خود پیش از شهزاده توران و یک طرف روستان لبانی آقا کشف کنید نمیتونید کشف کنید یعنی تو کشف کنید که مردم کیف کنند کشف کنید که مردم کیف کنند نام خدا نام خدا نام خدا نام خدا نام خدا یکی کشف کنید کشف کنید نام خدا یک افغانی جایزه دیره رفت پاولا دیره نمایدان پاولا پاولا داخل پارتی دیره جان دوار بخیر که یک افغانی جایزه طرفه رئیس فدراسیون کشیف‌الله سمنگان اعلان شده 1000 افغانی جایزه بیرون میدان فاول است خاشیزی جلوکش فاول است مردار فاول این میتونه مردار وار متوجه شعر بتوجه تماشاچی کیف کنند در کنند 1000 افغانی جایزه گوشوار مرگزان است و چاپان پنجه فولادی برای سمنگان چرا سمی الله است بیا سمی جان بعد از کشمکش‌های بیا یک چک عمومی سمی الله خدا سواری اصلی کوکچه رئیس فدراسیون کشیف‌الله سمنگان الحاج علی بایسی گلچین گسوار کجوراساندا مستقیم جایگی خلیل بس کشیم استوگستی از bayrak دار بکنید yaşasın kuruluşlar az bayrak
از غیرت دارد حضور محترم مولانا صاحب احمد خان سعید یکی از نطخوانان شهیدان کشور ما را خیر مقدم می‌گوییم. گوساله خیرک شده باشد که جایزه‌اش از طرف حاجی صاحب خلیل‌الله قیومی اعلان شده. بچسبین دیگر، بچسبین تا نچسبین دستکشی مزه نمی‌کند. بچسبین صلاح‌الدین برامات پهلوان است. صلاح‌الدین برامات پهلوان است که جایزه حاجی صاحب خلیل‌الله قیومی اعلان شده. جایزه حاجی خلیل‌الله قیومی هم با ما رسیده که ما تقدیم شما میکنم. هر پهلوانی که گوساله را به خط میرسانه جایزه از طرف حاجی خلیل‌الله قیومی اعلان شده. شمال کلان شمال معلومه رئیس فدراسیون کشورهای البته که از بیرق دار میتین بدون بیرق سال از بیرق دار میتین باید 1000 افغانی در ترکیب شام یک چوری 1000 افغانی از طرف امیدوار پسر حاجی اجتماعی خوشی اعلام میکنم و مکافات اجرا کرده حاجی صاحب برهان سیغانچی بیرق از بیرق دار میتین از بیرق دار میتین تشکر از جایزه حاجی خلیل‌الله قیومی که برای ما دادن یک ممنون. تشکر از خلیل‌الله قیومی که برای ما جایزه دادن و گوساله را ببرید سمت بیرق. از بیرق بیارید چرگی جایزه از طرف حاجی برهان عظیمی که 1000 افغانی اعلان شده. گوساله از بیرق شده. درسته گوساله جور است گوساله از بیرق دار جور گوساله که 1000 جایزه دار از طرف حاجی گوساله شمال کلان 1000 از طرف حاجی برهان عظیمی 1000 از طرف حاجی برهان عظیمی اعلان شده. هر پهلوانی که گوساله برداشته شده. مقصد میرسه گوساله برداشته شده. نزدیک جور است 1000 از طرف حاجی برهان عظیمی. بازم گوساله برداشته شد. توسط اسماعیل پهلوان شماره 11. اسماعیل پهلوان بسیار زمان بکشید. چانس کم است. بیچاره انشالله که گوساله را به خط برسانید. ما خوشبین عزیز هستیم که تو یک گوساله جور کنید. 1000 افغانی جایزه که از طرف حاجی صاحب برهان عظیمی اعلان شده که 2 تا اسب جنگی هم دارد. آفرین اسماعیل جان چرا میگن اسماعیل پهلوان بلایت بگیرم؟ نه خالده گوساله ببینیم که گوساله همچنان با دستان یه پهلوان ادریس پهلوان بلایت بگیرم. ادریس جان است که محکم کرده خود را.
گوساله بالاخره چارپاچه میشن که 1000 افغانی جایزه اعلان شده از طرف حاجی سیفران عظیمی. بیرون میدان فاول است. فاول است. گوساله فاول است. دوستان 1000 افغانی اعلان شده از حاجی بران رضا خود میکنه. صفت الپهلوان تا لحظات دیگر معلوم میشه. ببینیم صفت الپهلوان چی میگه حکمی میدان. حکمی میدان. بیا. حکمی میدان صحیح کرد. یک چکه افتخاری. صفت الله پهلوان قهرمان جیپ جیگ افغانستان و سوارکاری اسب پیشماندار دکتر عظیم دوستانه و جراسانده مستقیم 1000 افغان است و صفت الله پهلوان است اسب دکتر صاحب عظیم آخر اول 30 دلار طلب نجیب الله پهلوان نجیب الله پهلوان است که 30 دلار یک چک عمومی صفت الله پهلوان و سوارکاری اسب محترم حاجی دکتر عظیم خان 2 ساله اول آخرین روز ما را به چو رسانده 30 دلار جایزه را از نجیب الله قهرمان از آن خود کرده 2 ساله باید آخر اعلام میشه این بود اگر بیشتر شده باشه 30 دلار جایزه را به مورد پرسنت شده نجیب الله پهلوان است نجیب الله پهلوان میتونه نجیب الله پهلوان است آخرتون 30 دلار جایزه سر به مورد پرسنت شده سمنگان که نجیب الله پهلوان نجیب پهلوان یک چک عمومی میکنه تماشاچیان نجیب الله پهلوان قهرمان افغانستان و سوارکاری اسب جایزه و سوارکاری اسب آسیا پروید قهرمان آخری دوم امروز ما را از آن خود کرد که 30 دلار جایزه آخری دوم امروز ما را که با سوارکاری اسب آجی عبدالوحید قهرمان آخری دوم از آن خود کرد تبریک باشه قهرمان آفرین نجیب الله پهلوان هنوزم جوان باشی آخر از برده پارتین آخر بیدوی وصل نمیوازداریم از بیرقت 50 دلار از طرف رئیس فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان اعلان میشه بسکشی ولایت سمنگان الحاج علی فای سیغانچی توران است ای نام خدا شهزاده توران بیتون آخر امروز مونه فرستانه شهزاده توران است 50 دلار جایزه از طرف الحاج علی فای سیغانچی اعلان شده کشت بسیار خطرناک کشت نامت و یک آخر هنوزم شهزاده توران نزدیکای جرد شهزاده توران تماما کمال خود با خرج میده تا آخر علاقه از آن خود بکنه که جایزه 50 دلار اعلان شده از طرف رئیس فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان الحاج علی فای هی نام خدا بازم گوساله تور میشه که صفت الله پهلوان قصد کرده گوساله را و تقیمی محکم کرده و تقیمی راستش که آخر از آن خود بکنه آیا میتونه یک آخر است که جایزه 50 دلار از طرف الحاج علی باید که رئیس فدراسیون بسکشی ولایت سمنگان تاختتان همچنان جریان داره گوساله سرگردان و دستانه و تقییم راست صفت الله پهلوان نزدیکی چرا صفت الله پهلوان از آخر است یک آخر 50 دلار صفت الله پهلوان چی میکنه گوساله را آیا میتونه آخر لاقه صفت الله پهلوان از آن خود بکنه 50 دلار جایزه از طرف الحاج علی باید چلاش بازم گوساله دور میشه اینه میتونه کش کنید مردان برادر خوشیزی فاولا جلاوکش فاولا مردان قیل 50 دلار آخر لاقه آخر یک چک عمومی صفت الله پهلوان و سواری
صفت الله مددون تصورکاری محترم شیر علی بوی پهلوان حکمی شهروانی که اینجا دارد جای درختر به رئیس فدراسیون اعزام میکرد. تبریک باشد الحاشر دارد بوی پهلوان معاون فدراسیون بزکشی و نستمران. تبریک باشد رمزالله جان. تبریک باشد شیر علی بوی حکمی شهروانی. امروز بزکشی امروز ما که به حضور شما آخری هم ختم شد. سپاس از رئیس از بابوس از حضور هر یک شما. تک تک شما را یک بار دیگه خوش آمد خیر مقدم میگم. صفت الله